دلواش دلواش ماهات کن اوره واه وشدل واه ها وشدل بونگب دلواش پهلکم باریم پاریت پیراری کوته یا شالا همی آرمی کمپی همی کمپ که نوکی مردم که آرمی ها روان ادا بعضی مردم کشک بود باره 60 صدا چین چوب بلوچ بودن من نزانم پاری گد بلکه پیراری یه من یاد نبید بله دلواش گپ اشن طالبان پیشگین سخنگو پیشگین لیدر میدیای لیدر همی گوشگین مرچی بیان داتا بی سی و دنی مزنی ای اخبارات کرد که پاکستان آرمی ها ای ترینینگ کمپ اوت پارتنتر بس ماری حال داده که شما هیچ مگوشید ما شما نامه کنیم او دلوش حقیقت مرچی باندا ظاهر بید اولی رندت که بارین 60 صدا گیش بلوچ چه بزگی واری ها پوجا شدگند که من تنخواه ملیت من پتومات و چک و من یه جن و یه دیگر آدگر چه مرکا رکاینم باید قربانی بیدم پوجا دیست که ولی بری این چوب بلوچات کرد این چوب بلوچ پوج یک غیر ممکنی گم گودا میشه من رب که هیلهی کرده این دلوشه بلوچ گوش رایندم دنیای تو که تو بچار انسان حق حقوق بنیادی حقوق چی هست پاکستان پیسترگین رهبند همی بیتن که 4 صوبه بیتن کجام صوبه مسترین بودجه مسترین زر همار صوبه و رود که مزنین بلوچستان و باز مسترین پاکستان 72 672 بلوچستان برای دی که ای بنیادی رهبند آوانی خیالا سک رده یه تو بدلش کد زمین مزنی یا نه بلکه آن صوبه که آوان مردم جمعیت گیشترین گودا گیشترین آمدنی وود رود پرچه که پنجاب آمدنی وسط بوده ای بلوچستان پهکه مرچگی روچا چوک گوشن 11 میلیون هن آوان چه 200 میلیون ها گوسته بدری دلیش کرد پدا واری بزگی کار و نیست اگر هست همی یکین یا آرمی هن یا تیچری هن دیگه نی چونکه بلوچ جاگاهی نیست یا نه اگر همه 11 میلیون تو بچاره یا همه 4 صوبه تو بچاره که هر صوبه 25 625 ملک علاقه صوبه مردم فوج و پلیس و دیگر بود این پنجاب قبول کد نکن همه چلی صدانی شستانی هم پاکستان فوج همشان هم کشتناین شنک طالبان پیشگین
سخنگو احسان الله احسان مرچی جار پرنتگ که ای کار ما نکتگ پاکستانی پوجا وقت کتگ بس ماری حال داده که تو شما هیچ مگوشید او حقیقت همیشه آکه هنگت نزان بزان و تی بدواها پا جا بیار زندگ باتی گندگ باتی